چی شده؟ الحق که دیوبی. اون به خدا بر من نیست، رفیقم جا گذاشته. چیو؟ چی؟ هیچی. یادت میگفتی اگه 1 میلیونی بشم اون وقت زن میگیرم؟ چیه مامان؟ خب گل پسر، گفتی 1 میلیونی بشم زن میگیرم. حالا من یه زهری زدم شما اینو یادته. مامان درکش از ما. الان 5 میلیونی شدی. وای آقای مهدیدا، ذوق کنید لطفا. ذوق بیشتر؟ بیشتر؟ 5 میلیونی شدی؟ هنوز زن نگرفتی، مست رو نشسته. خب الان باید 5 تا زن بگیرم پس. یعنی چی؟ خب اون زمان 1 میلیونی شدم، قرار بود یه زن بگیرم، الان 5 میلیونی شدم، بعد 5 تا بگیرم. چه زری زدی؟ شطور نپخته؟ نه ببخشید. پاشو بریم خواستگاری. کی کجا مادر من؟ وایسا یه لحظه. یه عروس خوب میخوام بگیرم. عروس دایی همین چطوره؟ خوبه؟ وقتی این پتکو تا حلقوم کردم تو سوراخ دهنت میفهمی نکبت نجاست. منظورم اینه که حالش خوبه. دیدم استوری گذاشته حالش بد بود. پاشو اینقدر زرت و پرت نکن. ماما من زن نمیگیرم. برای چی یکی دیگر رو بیارم کنار خودم که بدبخت بشه؟ امثال من جوون چی داریم مگه؟ نه خونه ای، نه شغلی، نه آینده ای، نه پولی، نه کاری، هیچی نداریم. یکی دیگرم بیارم کنار خودم که 1000 تا رویا و آرزو داره و من هیچ کاری نتونم بکنم، که اونم حسرت به دل بمونه. امثال من جوون داره عمر و جوونیشو میگذره تو حسرت یه زندگی ساده و معمولی هستیم. بعد شما انتظار دارید ازدواج کنیم؟ آناناس. چی؟ هیچی. آنا دارماس؟ آره اگه میخوای ازدواج کنم انتخابم فقط آنا د آرماسه و تمام. حله. آره برو آمریکا بیارش. مادر ساده ای من. ماما این که آنا د آرماسه؟ آره پسرم خودت گفتی. مبارکه.